با سلام و درود فراوان خدمت عزیزان. خب میخوام امروز چند تا نکته برای یک سرامیک کف اتاقا و سالن پذیرایی بهتون بگم. اول اینکه باید حتما سرامیکی که سرامیک کار میکنه نقطه کف کدشو با تراز یا شلنگ تراز یا تراز لیزری از بیرون انتقال بده به داخل اتاق‌هامون یا سالن پذیرایی که کفمون با فرم در ورودیمون یکی بیاد. عرضم خدمتتون که الان سرامیکار ما عبدالله همونجور که دقت بکنید کف ما اینقدر ملاتخور داره، ما مجبوریم ملاتخور کفشو از مخلوط ماسه و سیمان استفاده بکنیم. زیر کارمون رو یه مقداری آب میریزیم، زنجاب میکنیم تا زیر سرامیکمون پوک در نیاد یا پوک نشه یا لغ نشه. الان همونجور که دقت میکنید سرامیک کار ما داره قشنگ از کنج دیوارامون گرایش چیره داره میکشه میاد جلو، چون این دیوار قبلا آسترش خورده. دقت کنید که سرامیکتون از دیوار فاصله نداشته باشه، چون رویه‌ای که میزنید کامل باید بیاد توی سرامیک و کف و پوشش بده. زاویه ها رو باید دقت کنید، بنده همه باید یه میزون بشه. از سرامیک هایی که لپر هست استفاده نشه، چون سرامیک هایی که لپر هست اینجا برامون دچار داستان میشه تو تحضیر باید. اینا خوب دقت کنید بچه‌ها. بازم منتظر آموزش فیلم‌های بنده باشید. و این نکته دیگه که دارم بهتون بگم، حتما سرامیک کار رو بعد سرامیکی که میذاره یک تراز بذاره که سرامیکتون باید حتما تراز باشه تا ناصابون در نیاد. با درود فراوان تشکر از شما دوستان عزیز.